علمای ما عادت کردن فقط میرن مسجد مدرسه دینی، مسجد مدرسه دینی، تو بازار نمیرن چون اونجا اهل معصیتن. اگه گاه وقتم تو بازار برن اینطوری باید برن که چشمشون به نامحرم نیفته. پس بشین تو خونه تا جوانا بیان، برو تو مسجد بشین تا جوانا بیان، برو تو مدرسه دینی بشین دور خودت هم یه دیوار بکش تا جوانا بیان. با تو مسئول متدینین هستی، مسئول اونا هستید. اونا به گردن تو حق دارن. علما تو عروسی نمیرن که اونجا، اگه بزرگان تو عروسی نمیرن، تو بازار نرن، تو محل کار مردم نرن، تو دانشگاه نرن، کنار ساحل نرن، تو پارک نرن، طوری شده که علما دیگه روشون نمیشه تو پارک برن، روشون نمیشه تو بازار برن. با بازار یثرب یه روزی دست یهود بود. اقتصاد یثرب قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله دست یهود بود. 3 قبیله بزرگ یهود در یثرب زندگی می